بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و موالاه. ما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران بزرگوار، امید که خوب و صحتمند و سالم و تندرست باشید و در حفظ و پناه الله متعال قرار داشته باشید. دوستان عزیز و گرامی، در 25 اکتبر یعنی چند روز قبل، نخست وزیر رژیم اشغالگر صهیونیستی و ظالم و تروریستی بنیامین نتانیاهو صحبتی کرد و در این صحبت حرف از پیشگویی اشعیای نبی به میان آورد. ابتداء صحبتش را بشنویم. אנחנו בני האור, הם בני החושך, והאור ינצח את החושך. באמונה עמוקה בנצח ישראל נגשים את נבואת ישעיהו. بله دوستان عزیز، در این صحبت این خبیث و تروریست میگه که ما از نور هستیم و اونها از ظلمت، یعنی مسلمان ها و مجاهدین غزه، و بعد میگه که اسرائیل برای همیشه باقی خواهد ماند و میگه ما پیشگویی اشعیای نبی را تحقق میبخشیم. حرف از اشعیای نبی میزنه. ابتداً اشعیای نبی در نزد یهودیان و در نزد نصرانی ها یکی از انبیای بنی اسرائیله. این که در نزد مسلمان ها به هر حال ما در قرآن و در سنت صراحتی نداریم که از انبیای بنی اسرائیل بوده باشه، ولی اقوال از برخی از سلف به هر حال نقل هست. به هر صورت ببینید دوستان گرانقدر، این حرف از پیشگویی اشعیای نبی میزنه. میگه که ما پیشگویی اشعیای نبی را تحقق میبخشیم. اولا خب باید به این سیکولار خبیث و به این صهیونیست تروریست گفت که تو کجا و تحقق پیشگویی اشعیای نبی کجا؟ یک سری پیشگویی های در سفر اشعیای نبی وجود داره و من میخوام که برخی از این در واقع پیشگویی ها را به خدمت شما بزرگواران نقل بکنم که ببینید خطر این خبیث ها چقدر زیاده و این چی داره میگه. گرچه بنا به تفسیری که در کتاب مقدس شده، این پیشگویی ها در زمان سلیمان نبی تحقق بخشیده شده، اما این خبیث دوباره تکرار میکنه این مسائل را و باز در این روزها صحبت دیگری کرده که انشاءالله من اون را هم به خدمت شما بزرگواران به بررسی خواهم گرفت و این رمزگشایی خواهیم کرد تا برادران و خواهران مسلمان ما بدانند از یک طرف که دشمنشان کیست، از طرف دیگر تلنگری باشه بر این کسایی که خودشان را سکولار میگن و دنیای غرب و بادارانشان به آنها یاد دادن که دین باید از دنیا جدا باشه، در حالی که غربی ها و بادارانشان شدیداً به این کتاب پایبندن. یهودیان حداقل به بخش عهد قدیمش پایبندن و نصرانی ها به عهد قدیم و عهد جدید پایبندند و مجموعه اسفار و کتبی که در این کتاب به اصطلاح مقدس یا بایبل وجود داره پایبندن و بر اساس همین دارن مسلمان کشی میکنن و بر اساس همین دارن مردم را قتل عام میکنن و مردم را میکشند. به هر حال دوستان گرانقدر، این در واقع یعنی این تروریست خبیث و آدمکش و طفلکش و زنکش و مسلمانکش، این خبیث حرف از پیشگویی اشعیای نبی میزنه. در این اشعیای نبی چیست؟ چی وجود داره؟ چی پیشگویی هایی است که این داره؟ میگه ما آنها را تحقق میبخشیم. ابتداء شما وقتی مثلا فصل 17 این کتاب یعنی کتاب اشعیای نبی را باز میکنید، در مورد نابودی سوریه و دمشق داره حرف میزنه که کلن باید دمشق نابود بشه. میگه دمشق از بین خواهد رفت و تبدیل به ویرانه خواهد شد. این اولین پاراگراف یا آیه است که در فصل 17 هست. در فصل 19 پیرامون مصر صحبت میکنه. میگه خداوند بر ابر تندرو سوار شده و به جنگ مصر میآید. بتهای مصر در برابر او میلرزند
و دل مصری ها از ترس ضعف می کند. خداوند می فرماید مصری ها را بر ضد یکدیگر خواهم برانگیخت تا برادر با برادر، همسایه با همسایه، شهر با شهر و مملکت با مملکت بجنگند. الی آخر حرفای دیگری که در مورد مصر میزنه. و این آدم شاید که اشارهش در فصل 60 هم هست. در فصل 60 یک سری حرفهایی داره. در فصل 60 این کتاب، یعنی کتاب اشعیای نبی، حرفهایی داره و صحبتهایی داره. صحبتاش البته طولانی است. من بخشی از این صحبتها را به خدمت شما بزرگواران اشاره می کنم که اینها چی میگن، یعنی حرفشان چیست. و البته حرفای جدیدی این خبیث تروریست داره که از این کتاب داره به نمایش میده، هم برای خودش، برای یهودیان و صهیونیست های سربازش که بکشید، رحم نکنید بر اینها. از طرف دیگر برای غربی ها میگه، برای نصرانی ها، برای مسیحی ها به اصطلاح که به اونها مسیحی میگن، برای اونها میگه که شما به این کتاب باور دارید، باید این تحقق بخشیده بشه. گرچه عرض کردم که مفسرین این کتاب و علمای نصرانی میگن این تحقق بخشیده شده در زمان سلیمان نبی. و این خبیث یعنی تروریست حتی به دیدگاه برخی از فرقه های یهود این کافر مرتد اساسا. این آمده حرف از این قضایا میزنه و طبعا به آنچه که میگه، یعنی به آنچه که میگه باور داره و عقیده داره و عقیده و باورش هست و بر اساس همین کتابه که هم غربی ها را میخواه که نوکرش باشن و اونها را سوار بشه و هم خودش برای آدم کشی و انسان کشی و مسلمان کشی خاصتاً برای خود مجوز داشته باشه. دقت کنید دوستان عزیز، در این فصل 60 این حرفه های جالبی داره. یعنی در این سفر اشعیا میگه که ای اورشلیم برخیز و بگذار نور تو بدرخشد، زیرا جلال خداوند بر تو تابان است. اورشلیم یعنی بیت المقدس و قدس. تمام قوم‌های جهان در تاریکی فرو خواهند رفت، اما نور جلال خداوند بر تو خواهد تابید. وقتی که میگه ما از نوریم، اونها از ظلمات یا اونها از تاریکی هستند، حرفش بیشتر روی این محور میچرخه. و پادشاهان و قوم‌ها به سوی تو خواهند آمد تا نور جلال خداوند را که بر تو تابان است مشاهده کنند. و طبعا این سران تروریست کشورهای غربی را اینها دور بر خود جمع میکنن، حرف داره و اینها را با این معنا دور بر خود جمع میکنه، با این معنای کتابش دور بر خود جمع میکنه. در آیه 4 یا پاراگراف 4 میگه به اطراف خود نگاه کن و ببین چگونه قوم تو جمع شده به سوی تو میآیند. ایشان پسران و دخترانت را در آغوش گرفته از راه دور به وطن باز میگردند. درسته؟ بیاین تا اینکه حرفای دیگری میزنه. اگر از این قسمت از پاراگراف 10 به خدمتتون بخونم. میگه خداوند به اورشلیم میگوید بیگانگان آمده دیوارهای تو را بازسازی خواهند کرد و پادشاهان آنها تو را خدمت خواهند نمود، زیرا هرچند در خشم خود تو را مجازات کردم، اما به لطف خیش بر تو رحم خواهم کرد. روز و شب دروازه‌هایت باز خواهد بود تا پادشاهان جهان ثروت کشورهای خود را نزد تو بیاورند. بر اساس همینه که آمریکا را و کشورهای غرب را برای خود در واقع گو شیری جور کرده و از اونها میدوشه، چون اونها هم به این کتاب باور دارن. بر اساس همین داره از اونها میکشه که من اسرائیل هستم و باید چنین باشم، باید چنان باشم، شما باید از من دفاع بکنید، شما باید برای ما بدید تا این که این چیزی که در کتاب من و شماست تحقق بخشیده بشه. چون در این بخش، یعنی در بخش اشعیا، هم یهودیان باور دارن، یعنی اکثر یهودیان، و هم نصرانی ها با این باور دارن. درسته؟ اینجا رو دقت کنید. در آیه 12 میگه هر قومی که نخواهد تو را خدمت کند هلاک شده از بین خواهد رفت. یعنی چون فلسطینی ها نمیخواهند که با اینها سازگار باشن، باید کشته بشن، اینها باید هلاک بشن. و طبعا پادشاهان جهان و سران کشورهای دیگر هم برای کشتن اینها جمع بشند. عجیبه. در آیه 18 میگه که ظلم و خرابی را از تو دور خواهم کرد و مانند دیوار محافظ تو را احاطه خواهم نمود و تو ما را سپاس خواهی گفت چرا که تو را نجات داده ام. الی آخر حرفای دیگری که در حقیقت داره. دوستان گرانقدر، اینها بر اساس این پیشگویی ها دارن دنیا را خراب میکنند، کشورهای دور برشان را خراب میکنند و مسلمانان را میکشند. و بلکه حرفای جدید این خبیث تروریست به شدت خطرناکه
و من این را به خدمت شما بزرگواران و عزیزان توضیح خواهم داد ان شاء الله به توفیق الله متعال سبحانه و تعالی، و اون را هم رمزگشایی خواهیم کرد و خواهید دید که اینها چقدر وحشی‌اند، چقدر وحشی‌اند. بر اساس این کتاب تحریف شده ایشان میکشند و میزنند و میبندند و این را من بارها برایتان ثابت کردم و باز هم ثابت خواهم کرد و بیشتر این قضیه را برایتان باز خواهم کرد که بر اساس این کتاب است که اطفال را میکشند، زنان را میکشند، شکم زنان را میدرند، جنین را بیرون کرده سر میبرند. بر اساس همین کتابه و بر اساس دستور همین کتابه و این بارها عملی شده در طول تاریخ ننگین یهودیت این تکرار شده. ان شاء الله که این را برایتان باز خواهم کرد به توفیق الله متعال. بیشتر این قضیه را برایتان خواهم شکافت. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم. در حفظ و پناه الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.